درود بر شما دوستان، یاران و همراهان عزیز. امروز با سلسله مطالب اذکار خدمتون هستیم و مبحث امروز مبحث هلاکت و انتقام از ظالم هست با گفتن ذکر یا مهلک. دوستان، شرایط عمل رو براتون نوشتم. قبل از عمل حتما باید نیت کنید. قبل و بعد از عمل نیت داشته باشید، نیت کنید و به تعداد ابجد اسم خودتون و اون شخصی که بر شما ظلم کرده ذکر یا مهلک رو قرائت کنید. رو به قبله با طهارت بشینید و هنگام عمل یک شمع قرمز مقابلتون روشن باشه. مدت این عمل بستگی به اون ظلمی داره که اون شخص ظالم بر شما کرده. 7 تا 21 تا 40 روز زمان میبره. این ذکر شریف از اسماء جلالی خداوند هست و بسیار بسیار نافذ هست و با ایمان به عملتون و با ایمان به خداوند متعال این ذکر رو به تعداد اسم ابجدی خودتون و اون شخصی که بر شما ظلم کرده به تعداد جمع ابجد کبیر خودتون و اون شخص قرائت کنید. مثال اینجا برای شما هم آوردم. امیر ظلمی در حق علی کرده و ابجد کبیر اون رو حساب میکنید با ابجد کبیر اسم خودتون و جمع میبندید و به تعداد جمع خودتون و اون شخص این ذکر شریف رو قرائت میکنید. دوستان، ویدیو ما رو برای دوستان خودتون ارسال کنید تا اونها هم از این مطالب استفاده بکنن. لایک کنید و از کانال خودتون حمایت کنید. بدرود.